ما از روز اول گفتیم، امروز هم میگیم، بعد از این هم خواهیم گفت، ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم. یک رژیمی است که بر اساس توطئه به وجود آمده است، بر اساس توطئه و سیاست‌های توطئه‌آمیز هم داره حفظ میشه و حراست میشه. اونا ملاحظه دارن، حالا چرا ملاحظه دارن این خودش بحث دیگری است. پول و قدرت و سرمایه صهیونیستا کار خودش رو میکنه، بالاخره اینها رو دچار میکنه، بیچاره ها رو مجبورن ملاحظه کنن. فقط هم آمریکایی‌ها نیستن، خیلی از سیاستمداران دیگر غربی هم همین مشکل رو بیچاره ها دارن.